صدق عجیل براره همه به آرمیتا هم نگم براتون از نرمی و لطافت این پیراشکی فوق‌العاده خوشمزه که بافت بی‌نظیری داره و خمیرش خیلی راحت بدون ورز دادن آماده میشه و یه طعم متفاوت رو تجربه میکنید. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدید. بریم که با هم این پیراشکی بی‌نظیر رو آماده کنیم. 5 عدد سیب زمینی نسبتاً بزرگ رو با رنده یا با گوشتکوب خوب حالت پوره در بیارید. وزن هر عدد سیب زمینی من حدود 180 تا 200 گرم بود. بعد از اینکه سیب زمینی ها رو کاملا پوره کردید، جعفری خرد شده به مقدار لازم. من از 10 شاخه جعفری استفاده کردم. یه قاشق چایخوری نمک میزنم، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و بعد یک دونه تخم مرغ رو هم میریزم داخل مواد و با دست شروع میکنم به مخلوط کردن موادم. کامل باید ورز بدید تا تخم مرغ و سیب زمینی خیلی خوب با همدیگه مخلوط بشن. نیاز داریم به 280 تا 300 گرم آرد، 1.5 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و بعد آرد و بیکینگ پودر رو به مواد اضافه میکنیم. داخل مواد هم نوک قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم و شروع میکنیم به ورز دادن. آرد رو کامل با سیب زمینیتون مخلوط کنید تا یک خمیر نسبتاً لطیفی داشته باشید. هر زمان که خمیر به دست تمیز نچسبید نشون دهنده کافی بودن آرد هست و دیگه لازم نیست بهش آرد اضافه کنید. اول ممکنه که یه مقدار چسبنده باشه. اگر که دیدید خمیرتون چسبنده است و به دست تمیز میچسبه، باید کم کم بهش آرد اضافه کنید. این نکته رو هم بگم که این خمیر نیازی به ورز دادن زیاد نداره، فقط در حد مخلوط شدن مواد و منسجم شدن خمیر هست. همونطور که گفتم اگر خمیرتون شل و چسبناک بود باید بهش یه مقدار آرد بزنید. من مایه رو میریزم داخل یه ظرفی که آرد پاشی کردم و میذارمش داخل نایلون و میذارم 20 دقیقه داخل یخچال استراحت کنه. توی این فاصله میریم سراغ آماده کردن مواد پیراشکیمون. روغن رو داخل تابه میریزیم، یه مقدار که گرم شد پیاز نگینی شده رو بهش اضافه میکنیم. 1 عدد پیاز نسبتاً بزرگ رو من خرد کردم و ریختم داخل تابه. حدود 3-4 دقیقه که از تفت پیاز گذشت، 200 تا 300 گرم گوشت چرخ کرده رو به پیاز اضافه میکنیم و داخل مواد تفت میدیم تا زمانی که یه مقدار رنگ گوشتمون برگرده. قبل از اینکه کامل گوشتتون سرخ بشه، یه مقدار نمک و فلفل سیاه رو هم توی این مرحله اضافه کنید و همچنان تفت بدید تا گوشت و پیاز مزه هاشون رو به خورد هم بدن و بعد از اینکه یه مقدار گوشت و پیازتون سرخ شد باید مابقی مواد رو بهش اضافه کنید.
من برای داخل مواد از یه مقدار قارچ اسلایسی شده استفاده میکنم به همراه فلفل دلمه‌ای خرد شده. میزان قارچ و فلفل دلمه‌ای بستگی به سلیقه شما داره. من از 5 تا قارچ بزرگ استفاده کردم، یه مقدار اونها رو بیشتر ریز میکنم برای داخل پیراشکی و سعی میکنم برش هایی که میدم یه مقدار نازکتر باشه. دوستان پیشنهاد میکنم که حتما این پیراشکی رو در اولین فرصت درست کنید. واقعا طعم و بافت نونش متفاوته. من پیراشکی های متفاوتی رو داخل کانال آموزششو گذاشتم و اونها هم فوق‌العاده خوشمزه هستند، اما بافت این پیراشکی خیلی متفاوت تر میشه. بعد از اینکه قارچ ها رو ریز کردیم، فلفل دلمه‌ای سبز رو هم نگینی خورد میکنیم. اگر دوست داشتید میتونید از فلفل دلمه قرمز هم استفاده کنید. گوشت و پیازمون که یه حالت نیمه برشته شد، قارچ هایی رو که اسلایسی خورد کردیم رو بهش اضافه میکنیم و این نکته رو هم بگم که از ابتدا باید یه مقدار شعله شما متوسط رو به بالا باشه، یعنی با شعله پایین سرخ نکنید موادتون رو، چون هم گوشتتون آب میندازه و هم قارچتون آب میندازه. 1-2 دقیقه که قارچ رو تفت دادیم، فلفل دلمه رو هم بهش اضافه میکنیم. فلفل دلمه لازم نیست خیلی زیاد سرخ بشه که عطر و طعمش از بین بره و بعد هم بهش سیر خرد شده یا پودر سیر میزنیم و به مقدار لازم و دلخواه رب بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم تا مایمون مثل مایه ماکارونی رنگدار و مزه‌دار بشه. بعد از 20 دقیقه استراحت من خمیر رو میذارم روی سطح کار و زیر و روی خمیر رو حتما یه مقدار آرد بپاشید که راحت‌تر بتونید باهاش کار کنید. خمیر رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم. 4 تا چونه ازش میگیرم. همونطور که گفتم زیر کار رو حتما آرد پاشی کنید که موقع کار به مشکل بر نخورید. چونه ها رو با وردنه باز میکنیم. ضخامت خمیرتون باید در حد 6-7 میل باشه. اگر خیلی نازک بگیرید ممکنه که موقع جابجایی پیراشکی ها خمیرتون پاره بشه یا مواد از داخل خمیر بزنه بیرون. پس خیلی زیاد نازک نباید بگیرید، خیلی زیاد ضخیم هم نباشه که موقع سرخ شدن به مشکل نخورید. موادم رو روی خمیر میذارم، منتها به 4 قسمت فرضی این خمیر رو اول تقسیم میکنیم. 4 گوشه این خمیر رو از مواد پر میکنیم و بعد خمیر بعدی رو که قبلا باز کردیم رو روی این مواد قرار میدیم و سعی میکنیم که لبه های خمیر بالایی روی پایینی کاملا فیکس بشه. این خمیر با وجود سیب زمینی که داخلش هست فوق‌العاده خمیر لطیف و کشسانی هست. لبه های کار رو ببینید با دست من فشار میدم تا به هم بچسبه. بعد با دست به 4 قسمت اینو تقسیمش میکنم و با کاردک یا با چاقو این خمیرها رو از همدیگه به این شکل که میبینید جدا میکنیم. یعنی دقیقاً با فشاری که شما موقع جدا کردن این خمیر وارد میکنید لبه های کار به هم میچسبه. اگر احساس کردید که یک مقدار لبه هاش باز مونده میتونید با دست لبه ها رو به هم دیگه بچسبونید تا موقع سرخ شدن موادتون بیرون نریزه. با چنگال لبه بیرونی رو خیلی خوب روی هم دیگه فیکس میکنیم و پیراشکی ها رو با کاردک از روی سطح کار بر میداریم و میذاریم داخل روغنی که از قبل خوب داغ شده. شعله گاز خیلی زیاد نباشه که خمیرتون وسطش نپخته بمونه. حتما شعله گاز رو روی حالت متوسط رو به پایین تنظیم کنید، روغنتون رو داغ کنید و بعد از پیراشکیتون بردارید و داخل روغن بذارید و کامل زیر و روی این پیراشکی رو سرخ کنید. اگر عاشق پیراشکی و پخت این مدل غذاها هستید پیشنهاد میکنم که دیدن این 2 ویدیو رو از دست ندید. فوق‌العاده بافت بی‌نظیری داره و دوستانی که امتحان کردن عاشقش شدن. امیدوارم که شما هم ببینید و لذت ببرید.
تا آموزش بعدی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.